من خوش اومد. توی این ویدیو میخوام بهتون 7 نکته بگم که به کمک این 7 نکته میتونید گیاهای سالمتر و شادابتری داشته باشید. اما قبل از اینکه نکات رو بهتون بگم، اگه بار اولتونه اینجا توی این کانال میاین، من توی این کانال روزمرگیامو با گلوگیاهام، باغچه‌ام و گلخونم به اشتراک میذارم به 2 دلیل. اول اینکه مسیر خودم رو ثبت کرده باشم که چند سال دیگه نگاه کنم ببینم کی بودم چی بودم، از کجا آمدم به کجا رسیدم، و اینکه توی این مسیر اشتباهاتم رو ثبت کنم و جبران کنم. و دوم اینکه شاید از مسیر من شما چیزی یاد گرفتین و شاید هم شما چیزهایی بلد بودین که بتونین به من یاد بدین. اگه چیزی میدونستین و بلد بودین، خواهش میکنم بر من کامنت بذارین، من خوشحال میشم. حالا بریم سراغ نکته ها. 7 نکته است که خیلی چیزای ساده هم هست، ولی با رعایت اینا شما میتونین گیاهای شادابتر و سرحالتری داشته باشین. نکته اول این که گیاه مناسب برای نور خونتون رو تهیه کنید. این هم کار خیلی سختی نیست. شما ببینید نور خونتون چجوریه، نورش کمه، زیاده، متوسطه، پنجره شمالی دارین، پنجره جنوبی دارین، و بر اساس اینا یه سرچ کوچولو میکنین و گوگل بهتون لیست گیاهایی که میتونین توی خونتون نگه داشته باشین و میده. توی اون لیستی که از توی گوگل در میارین، گیاه مورد نظرتون رو انتخاب میکنین و میرین تهیهش میکنین. اگر خونتونم نور نداره که من حتما به شما لامپ رشد رو پیشنهاد میکنم. اگر لامپ رشد داشته باشین، غیر از گیاهای ساکولنت که واقعا دیگه به نور خیلی زیادی احتیاج دارن، با لامپ رشد میتونین تمام گیاهای دیگر رو توی خونتون نگهداری کنین. نکته دوم این که اون گیاهی که مناسب نور خونتون بود و تهیه کردین، اجازه بدین چند روز بین بازه زمانی 1 هفته تا 10 روز با شرایط جدیدش آشنا بشه و بعد گلدونش رو عوض بکنید. یعنی اینکه از هر جایی که میخرینش با همون گلدونی که توش هست، حتی اگر گلدون زشته، بیارین خونه، جاشو مشخص کنین، بذارین توی جاش باشه، 1 هفته 10 روز که اونجا بود، بعد گلدونش رو عوض. اینجوری ریسک خراب شدن گیاه رو میارین پایین، چون اون جابجایی خودش یه شوکیه که به گیاه وارد میشه که محیطش عوض میشه، نورش عوض میشه، آبیاریش عوض میشه، همه چیش عوض میشه. اون خودش یه شوکه. و شوک دوم این که شما گیاهو از خاک در بیاری بکنید توی یه گلدون دیگه، به ریشش هم شوک وارد میشه. اینطوری 2 تا شوک تو هم میشه و ریسک خراب شدن گیاه شما میره بالا. اما اگه زمان بهش بدین، به محیطش عادت کنین، بعد شوک بعدی رو بهش وارد کنین، برای گیاهتون بهتره و ریسک خراب شدن و ناخوش احوالیش رو میارین پایین. نکته سوم، آبیاری گیاه. اینو همیشه یادتون باشه که خیلی راحت تره گیاه رو از خشکی نجات دادن تا گیاه رو از پر آبی نجات دادن. چون وقتی شما به آبتون زیادی از حد، بیشتر از اون چیزی که نیاز داره آب میدین، اون آب توی ریشه و گلدون شما جمع میشه و آهسته و پیوسته باعث پوسیدگی ریشه گیاه شما میشه. گیاهی که ریشش پوسیده شده باشه، قابلیت جذب مواد غذایی و آب رو دیگه نداره، در نتیجه خیلی راحت از بین میره. اما گیاهی که یه ذره خشکی بکشه، راحت تر میشه نجاتش داد، چون خشکی کشیده، ریشش از بین نرفته. درست و به موقع که دوباره بهش آبیاری کنیم میتونیم نجاتش بدیم. حالا چطوری بفهمیم که چطوری به گیاهتون آب بدیم؟ اولا که بازم گوگل اینجا میتونه به شما خیلی کمک کنه. وقتی که شما گیاهتون رو میخرین، اسمشو میپرسین، یه سرچ میکنین، اون به شما میگه که مثلا فلان گیاه هفته 1 دفعه آب میخواد، فلان گیاه هفته 2 دفعه آب میخواد. البته این نکته رو باید توجه کنید که شرایط محیطی خونه هر کسی با شخص دیگر متفاوته. پس شما باید الگوی آبیاری خونه خودتون رو پیدا کنید. درسته که گوگل به شما میگه که مثلا فلان گیاه اینقدر آب میخواد، شما بر اساس اون چیزی که به شما گفته شده به گیاهتون هم توجه میکنید. در شرایط محیطی خودتون هر وقت خاک گلدونتون خشک شد، آب میدید. مثلا به شما گفتن فلان گیاه هفته 1 دفعه آب میخواد، شما حواست به گیاهت هست، در طول روزهای مختلف نگاش میکنی، تغییراتش رو متوجه میشی، به خاکش دقت میکنی. سر اون 1 هفته که شد، بعد چطور بیرون هستن؟ عجب. خلاصه
سر یه هفته که شد شما دوباره میری به گیاه سر میزنی، انگشتتو میکنی توی خاک. اگر به اندازه 2 بند انگشت و کمی بیشتر خاک شما خشک بود، رطوبت نداشت، بعد گیاهتون رو آبیاری میکنید. اینجوری یواش یواش خودتون الگوی آبیاری گیاهتون رو پیدا میکنید. نکته بعدی تمیز نگه داشتن برگ‌های گیاهاتون. گیاهان از برگشون فتوسنتز، غذاسازی و تنفس میکنن. اگر برگ گیاه شما کثیف باشه، تنفس و غذاسازی گیاه شما دچار مشکل میشه. در نتیجه گیاه شما در دراز مدت ضعیف میشه و ضعیف شدن گیاه شما گیاه رو آماده میکنه برای آفت گرفتن و مریض شدن. خیلی کار راحتیه تمیز کردن برگ گیاهاتون. نذارین روش خاک بشینه. روشی که با گیاهای کوچیک میتونین انجام بدین ولی با گیاهای بزرگ ذره سخت داره، اما خیلی کار خوبیه. این کارو بکنین حتما. مثلا ماهی یه دفعه همه گیاهاتون رو دسته کنین ببرین حموم، بزنینشون تو زیر دوش، این دوش تلفنی رو باز کنین، بگیرین روشون قشنگ حمام بکنین، همشون رو بزنین خوش بشن، بزنین سر جاشون. روش دومم اینه که میتونین با یه دستمال تمیز یا یه ابر تمیز اینجوری برگاتون رو بگیرین، با ابر بکشین روش، خاکا رو بگیرین تمیز بشه. به همین سادگی. ولی این کار رو باید انجام بدین حتما. نکته پنجم این که برگای خشک گیاهتون یا برگایی که یه ذره زرد شده رو از گیاه جدا بکنین و از سطح خاک، یعنی از اینجاهای گیاه که اگه برگی میریزه اینا رو جمع کنین. از خودش بگیرین به 2 دلیل. همین که قیافش قشنگتر میشه، برگ خشک بهش نباشه، برگ زرد بهش نباشه. و دوم این که برگای نیمه زرد یه ذره زشت رو که از گیاه میگیرین به گیاه کمک میکنین که گیاه وقت و انرژی خودش رو صرف غذا رساندن به برگ‌هایی که دیگه دارن از بین میرن و زشتن نکنه. وقت و انرژی خودش رو صرف غذاسازی و رسیدگی به برگای سالمش بکنه. از سطح خاک هم جمع بکنین، چون انباشته شدن اون برگ ها و اینا روی سطح خاک گلدونتون اول راه تنفس خاک رو میگیره که همین این باز باعث بروز آفت و قارچ و از این اتفاقات میشه. و اون برگایی هم که اونجا میمونن که یواش یواش میخوان خودشون رو تجزیه کنن و از بین برن، چون محیط گلدون محدوده، برای عمل تجزیه یه سری باکتری و اینا آزاد میشن که اونا توی محیط بسته گلدون باعث ایجاد بیماری و آفت و قارچ و از این اتفاقات میشه. نکته 6 هرس گیاهاتون. میدونم که مخصوصا برای کسایی که تازه نگهداری گل و گیاه رو شروع کردن، قیچی زدن به گیاه خیلی کار ترسناک و وحشتناکی، آدم همش نگرانه که اونو خرابش کنه. اما هرس خیلی خیلی مفیده. یه دلیلش اینه که هرس رشد طولی رو برای یه مدت متوقف میکنه و وقتی رشد طولی متوقف بشه گیاه زمان خودش رو صرف قوی کردن ریشش میکنه. ریشه میده که هرچی گیاه ما ریشه قوی تری داشته باشه گیاه سالم تره و عمرش بیشتره. و دوم این که با هرس کردن گیاه شما گیاه پرتر و جذابتری خواهید داشت. حالا برای اینکه نترسین و بتونین این کار رو انجام بدین، خیلی کوچولو کوچولو شروع کنین. مثلا این شاخه فتوس شما نه از این ته قیچیش کنین که مثلا نگران باشین که وای چی میشه و حالا چه اتفاقی میفته. خیلی کوچولو اینطوری سرشو قیچی بکنین، یه شاخه رو سرشو قیچی بکنین، ببینین چی میشه. مشاهده بکنین ببینین که چه اتفاقی واسش میفته، از کجاش دوباره سبز میشه. اینجوری هم بیشتر با گیاهتون آشنا میشین و همین که گیاه بهتری خواهید داشت. نکته آخر اما نکته خیلی خیلی مهم، تهویه هوا. تمام گیاهای آپارتمانی که ما تو خونه هامون نگه میداریم اصالتا گیاهای هوای باز هستن، در نتیجه همشون به تهویه هوا احتیاج دارن.
هرچی شما تهویه هوای بهتری توی خونتون داشته باشید، گیاهای سالم تری دارید. حالا چطوری این تهویه رو به گیاهامون بدیم؟ بهترین روشش اینه که روزی یه دفعه پنجره‌های خونتون رو باز کنید. اما خب میدونم همه جا این امکان نداره و تو همه فصل‌ها این امکان نداره. شما میتونین این تهویه رو توی خونتون مثلا با پنکه ایجاد بکنید. اونم نه که پنکه رو مستقیم بزنین به گیاهتون، پنکه رو نزدیک گیاهاتون روشن بذارین که این اینطوری میشه و یه هوایی رو جریان میده که برای گیاهای شما خوبه. مخصوصا اگر گیاهاتون رو اسپری میکنین حتما بعدش بهشون تهویه بدین، در پنجره وا کنین یا براشون پنکه بزنید که خشک بشن، چون این اسپری که شما میکنین اون قطرات آب روش میمونه، درست خشک نمیشه، ایجاد رطوبت میکنه و بعدم آفت. پس تهویه هوای نکته کلیدی بود که فراموش نکنید. این بود 7 نکته برای داشتن گیاهای سالم‌تر و شاداب‌تر. امیدوارم که این نکاتی که گفتم براتون مفید بوده باشه و شما از این ویدیوی من چیزی یاد گرفته باشین. اگه دوست داشتین و لذت بردین و مفید بود، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، به دوستان و آشنایانتون معرفی کنین. اگر براتون مفید نبودم که هیچ کدوم از این کارا رو نکنین. بیا بالا یه دقیقه تو دوربین باش، الان تموم همشو بودی ها، الان نمیخوای باشی. مرسی که تا اینجای ویدیو با من و دختر بچه‌مون که امروز هم مامم بوده و تمام مدت ویدیو هم مزاحم من بوده همراه بودی. تا ویدیوهای بعد فعلا خدا نگهدار.